بچه چند وقتی هست من دنبال موضوع برای کانال بودم، تو اینترنت داشتم سرچ میکردم، یهو به یه آدرسی برخوردم که نوشته بود که شما میتونید داخل این سایت پیام‌های بقیه رو جعل کنید. خیلی کنجکاو شدم، رفتم داخل سایت یکم خوندم، دیدم آره درست میگه. مثلا توی واتساپ، تلگرام، دیگه پیامک، اینا میتونن براتون چیز بکنن، پیام‌های جعلی ارسال کنن. البته بگم از این رسید فیکا منظورم نیست، یا مثلا پول و اینجور چیزا. پیامک‌های خودتون رو جعل میکنن، اسکرین شات میگیرن برای بقیه ارسال میکنن، یا به هر نحوی از اون پیامک‌ها میتونن سوء استفاده کنن. من سعیدم اینجا کانال میتوتک، بریم سراغ ویدیو. خب بچه اومدیم داخل خود کامپیوتر، میخوایم داخل این سایت بریم. قبلا باز کردم براتون. مثلا میخوایم بریم تو قسمت سوشال مدیا، تو قسمت تلگرام، مثلا تلگرام چت. یه تلگرام فیک میخوایم درست بکنیم. همه گزینه ها هستیم، میتونی هیدن بکنی اون بالا مثلا آنتن و اینا رو، همه چیش مشخص، میتونی آفلاینش کنی، آنلاینش کنی. خب تنها کاری که الان ما باید انجام بدیم، رو اینجا نوشته اسم طرف، ما اسمش رو عوض میکنیم، یه همچین چیزی. آنلاینش هم تو میتونی عوض کنی، هر چی دوست داری بنویسی. خب و مثلا یه پیام ارسال کنی. تو این قسمت میتونی مثلا شما جوابشو بدید. به همین صورت. حالا میتونید حتی عکس طرف هم بذارید. حالا مثلا یه لحظه اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید و از ویدیو خوشتون اومد، پس همین الان کانال میتوتک رو سابسکرایب کنید، یه کامنت هم در همین ویدیو برامون بذارید. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. عکس ساسانو میذارم اینجا به همین راحتی. دیدید؟ انگار خود ساسانه. تمام کاراشو میتونید انجام بدید. دقیقا بقیه هم همین کار رو انجام میدن. خب همین، حتی میتونید شما تایماش هم تغییر بدید. ساعت چنده؟ 8 و 9 دقیقه PM مثلا. ببین بالا رو مثلا میخوای حذف کن، یه چیز دیگه بنویس، مثلا تایم الانه. همین دیگه، آموزش دیگه ای نداره. بعدش همین کارا رو انجام دادید، اون مثلا کلاهبرداری مثلا همین کارو میخواد بکنید انجام داد، این دانلود تلگرام میزنه، اسکرین شات هم میتونید بگیرید. البته دانلود تلگرام میزنه، عکس میاد تو دسکتاپتون به این صورت. به هر کی بفرستی میتونه چیز کنه دیگه، ازش سوء استفاده کنه. این یه جوری اطلاع رسانی بود که ما خواستیم بهتون بگیم دیگه، بگیم همچین اتفاقی میتونه برای هر کی بیفته. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. روز خوش، خدا نگهدار.